همون کاری که سالها انجامش میدادی یه راه داره که نصف این زمان طول میکشه. فکر میکردم شنیدن این جمله همه رو خوشحال میکنه. اما خیلی وقتا اولین واکنش این نیست. ولی چرا؟ سلام، من لیلا. هر هفته با یه نگاه متفاوت سراغ 2 باور آشنا میرم و چیزایی که توی این مسیر تجربه کردم و باهات در میون میذارم. اگه این موضوع برات جالبن، جای درستی هستی. من از اون آدمایی نیستم که بی دلیل راه سخت رو انتخاب کنم. برعکس، اگه یه راه بهتر یا کوتاه‌تر پیدا کنم، معمولاً اولین نفرم که امتحانش میکنه. برای همین برام عجیبه که چرا هر وقت یه راه ساده تر برای انجام یه کاری پیدا میشه، اغلب آدما اولین واکنششون اینه که شروع میکنن دفاع کردن از راه قبلی. میگن اون اصولی تره، مطمئن تره. اصلا همین روش سالها جواب داده. گاهی شاید واقعا درست بگن، ولی همیشه اینطوره؟ راستش وقتی دقت میکنم میبینم خیلی هم رفتارشون عجیب نیست. چون ما همیشه شنیدیم نابرد رنج گنج میسر نمیشود. برای همینم بخشایی از زندگی که سختی بیشتری داره به نظرمون با ارزش تره. راستش منم گاهی اینطوری فکر میکنم. ولی یه سوال، اگه واقعاً سختی ارزشه، پس هر راهی که سخت تره باید انتخاب بهتری باشه. مثلا کسی هر روز برای رسیدن برای طبقه 10 ساختمونش به جای آسانسور از پله استفاده کنه. تا حالا دیدی کسی اینجوری انتخاب کنه؟ ما خیلی وقتا فقط به خاطر اینکه یه راهی راحت تره بهش شک میکنیم. میگیم اگه اینقدر راحت بود همه انجامش میدادن. حتی گاهی از اینم عجیب تر میشه و اگه چیزی رو راحت به دست بیاریم حس میکنیم حتما یه جای کار میلنگه. انگار سخت بودن تضمین درست بودن. تازه نه تنها به راه‌های سخت بیشتر اعتماد میکنیم، داستانای سختم برامون جذاب ترن. هر وقت درباره یه آدمی حرف میزنیم قبل از اینکه نتیجه کارش رو بگیم سختیاش رو میشماریم. 10 سال تلاش کرده، روز و شب کار کرده، هر بار شکست خورده. ولی اگه دقیقاً همون نتیجه رو گرفته بود اما هیچ کدوم از اون سختی ها رو نکشیده بود، بازم به همون اندازه تحسینش میکردیم؟ میدونین فکر میکردم باید بفهمم سختی کشیدن ارزشش رو داره یا نه. در صورتی که باید میفهمیدم چرا وقتی میخوایم ارزش یه چیزی رو بفهمیم اول نگاه میکنیم سخت بوده یا نه. شاید چون از سختی راحت تر میشه حرف زد. میشه تعریف کرد که چند سال طول کشیده، چند بار شکست خوردیم یا چقدر زحمت کشیدیم. برای همینه خیلی وقتا قبل از اینکه به نتیجه نگاه کنیم سختیاشو میشماریم. ولی ارزش یک کار همیشه خودشو اینقدر راحت نشون نمیده. حالا شاید سوال اصلی نباشه که برای یک کار چقدر سختی کشیدم. شاید سوال این باشه اگه همین نتیجه با نصف این سختی به دست می اومد واقعا کمتر ارزش داشت. هدفم این نیست که بگم چی درسته چی غلط. فقط امیدوارم نگاه از یه زاویه دیگه تصویر جدیدی تو ذهنت بسازه که بیشتر به دردت بخوره. اگه دوست داری اپیزودهای بعدی هم از دست ندی کانالو دنبال کن. ممنون که هم مسیر بودی.